یکی از مهمترین عاملایی که توی تنظیم احساسات ما تاثیر میذاره رابطه ما با والدینمونه. حالا وقتی اکثرا به جای اینکه ما رو بشنون بهمون دستور دادن یا به جای اینکه با ما همدلی کنن بهمون انتقاد کردن، ذهن ما میاد صدای پدر و مادرمون رو به شکل یک پیام تهدید پردازش میکنه. یعنی وقتی شما والدینتون باهاتون حرف میزنن، حتی حرف عادی، ذهنتون دستور میده بریم تو حالت تدافعی، ضربان قلب میاد بالا، استرس میگیریم و نمیتونیم یه مکالمه رو عادی پیش ببریم. 3 تا راه حل برات دارم. اولیش اینه که خود سرزنشگری نکنی. خود سرزنشگری سطح کورتیزول تو بدنت میبره بالا و همین هورمون استرس باعث میشه شما بیافتید توی یه لوپ بی‌نهایت کلافگی. دومیش اینه که محرک‌ها رو بشناسید. وقتی به خودشناسی برسید و بدونید یه چیزی اعصابتون رو خورد میکنه، دفعه بعد نسبت بهش کمتر واکنش نشون میدید. سومی و سخت‌ترینش اینه که کمی مکث کنید. مکث کردن توی تحقیقات CBT نشون داده که باعث میشه شدت هیجانتون نصف بشه. خیلی سخته ولی مکث کردن واقعا جواب میده. الگوهای ارتباطی شکل گرفته در کودکی یکی از دلایلیه که ما موقع شنیدن صدای پدر و مادرمون حالمون بد میشه. دلایل دیگه‌شو براتون توی کپشن مینویسم.